الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 106 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند مسائلی که تعلق به موضوع عبادت دارد بیان خواهیم کرد تا موضوع عبادت کاملا به شما اهل توحید فهما و بیان گردد. باید بدانیم و البته چندین مراتب تکرار کردیم و بار دیگر تکرار میکنیم که غایت خلق شدن مخلوقین این عبادت الله است. یعنی به عباره دیگر مقصد از این همه آفرینش، مقصد خلق شدن من و شما این به خاطر عبادت است. الله تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انس، یعنی جن ها و انسان ها را مگرم به خاطر عبادت. یعنی الله رب العزت و الجلال گفته ایستاده است که همه جن ها و انسان ها به خاطر این آفریده شدند که عبادت بکنند، توحید در عبادت داشته باشند، یعنی یگانه الله را عبادت بکنند. پس هیچ هدف بجز عبادت وجود ندارد. از آفریده شدن من شما هدف یگانه این عبادت کردن الله است. هر کسی که الله را عبادت کرد نجات یافت و هر کسی که الله را عبادت نکرد البته که خسارت زده و زیان کشیده، که این کفر است و شرک است که واقع شد. الله خودش حکمتی به این دنیا آمدن ما را بیان کرد. الله خودش حکمتی خلق شدن ما را بیان کرد و گفت که برای عبادت خلق کردم، که این همون سوره فاتحه است که الله میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو طلب کمک میکنیم. به این دنیا آمدیم که عبادت کنیم یگانه الله را، دعا کنیم یگانه الله را. البته که عبادت این اسم جمع است که در درونش دعا و دیگر عملهای وجود دارد. سبحان الله، چگونه آیت بزرگ است. سوره فاتحه آیت 5 که الله میگه ایاک نعبد ای نعبد وحدک لا نعبد الا ایاک. یعنی یگانه تو را عبادت میکنیم، تنها و یکتا تو را عبادت میکنیم و بغیر از تو هیچ کسی را عبادت نمیکنیم و یگانه از تو طلب کمک میکنیم و از هیچ کسی طلب کمک نمیکنیم. الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرد در سوره النحل آیت 36 و گفت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق به درستی که فرستادیم به همه امت رسولانمان را. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یگانه الله را عبادت بکنند و از طاغوت پرستی اجتناب بکنند. ببینید، از همان روزی که رسولان الله سبحانه و تعالی آمدند مردم را دعوت میکنند به سوی عبادت الله، به سوی یگانه الله را عبادت کردن و ترک طاغوت و کفر ورزیدن به طاغوت و براءت از شرک و مشرکین. زیرا هر کسی که الله را عبادت بکند و غیر الله را عبادت بکند، از طاغوت اجتناب نکند و به طاغوت کفر نورزد، بداند که عبادتی که به الله انجام داده ایستاده است قبول نیست. همان وقت عبادت من و شما در نزد الله سبحانه و تعالی قبول است که واجتنبوا الطاغوت وجود داشته باشد، براءت از کفار مشرکین وجود داشته باشد و براءت از شرک وجود داشته باشد. شلک سوره تحریم آیه
4 سوره ممتحنه و 4 الله سبحانه وتعالى میگه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا همین است که به تحقیق ابراهیم علیه السلام الگو و اسوه نیکو برای ما و شما هستند. زمانی که ابراهیم و همراهشان ایمان آوردگان گفتند به مشرکین، به قومشان، به مشرکین قومشان گفتند ما از شما براءت را اعلان میکنیم و از اون چیزی که عبادت میکنید براءت را اعلان میکنیم. ما به شما کفر ورزیدیم و بین ما و شما دشمنی و عداوت ظاهر است تا همان روزی که ایمان به الله بیاورید. و در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی خودش میگه اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. سوره مومنون آیه 32 است. یگانه الله را عبادت بکنید زیرا که بجز الله دیگر اله ندارید. الله میگوید در سوره اعراف آیه 206 که ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. آنهایی که در نزد ربت وجود دارند از عبادت الله کبر و غرور نمیکنند، استکبار ندارند. و بدانید که تمام زمین و آسمان و تمام موجودات الله را عبادت میکند و همه چیزها بنده الله است. سوره نحل آیه 49 الله میگه ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. همه چیزهای ولله یسجد و به الله سجده میکند. هر آن چیزی که در آسمان ها است و هر آن چیزی که در زمین است از حیوان ها، از ملائکه ها و آنها هیچ کبری به الله نمیکنند. الله خودش میگوید قال ربكم ادعوني استجب لكم. رب شما گفت مرا دعا بکنید، یگانه خودم را دعا بکنید، من حتما قبول میکنم، دعای شما را استجابت میکنم. بین خود و بین الله واسطه گرفتن جنها و مرده ها و اولیاها و قبرها البته این جایز نیست و شرک است. الله گفت مباشر مرا دعا بکنید، از من طلب بکنید هر چیزی که میخواهید و از هر چیزی که پناه بردن میخواهید به من پناه ببرید، من استجابت میکنم. ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. همانا که هر کسی که از عبادت من کبر میکند و از کبر عبادت من را ترک میکند زود است که به جهنم در حالت صاغرین، حقیر و شرمنده داخل میشه. سوره غافر 60. پس از این عبادت ها، از این آیت ها به من و شما فهما گشت که غایت و مقصد آفریده شدن من و شما به این دنیا این عبادت الله است و هر کسی که عبادت را یگانه به الله انجام داد نجات یافت و هر کسی که عبادت را ترک کرد البته که به کفر واقع شد و در این دنیا و آخرت زیان کشیده است. و هر کسی که الله را عبادت کرد و با همراهی الله چیزی دیگری را عبادت کرد والله او نیز در این حال اگر بمیرد در این دنیا و آخرت شرمنده و شرمسار خواهد شد و به عذاب جهنم گرفتار خواهد شد. پس ای برادرم و ای خواهر بزرگوارم، نشود که این حیات دنیا، این بازی دنیا، این دنیای ملعون لعنت کرده شده شما را فریب بدهد و این نفس هوا و شما را فریب بدهد. عبادت الله را ترک بکنید و به عبادت دنیا شروع بکنید. عبادت الله را ترک نمایید و به عبادت نفس شروع نمایید. نشود که این چنین گمراهی ها به وجود بیاید. و البته این همه بدبختی از جهل است. این همه بدبختی که امروز در بین امت دیده میشد از جهل است. پس با آموختن توحید شروع بکنید، توحید را بیاموزید و البته که خود را از جمله موحدین میکنید. اما مسئله دیگر این است که چقدر که الله را عبادت بکنید همون قدر الله شما را دوست می‌دارد و بزرگترین و از همه امامی عبادتکاران این که هستند محمد صلی الله علیه و سلم هستند. از همین جهت الله رب العزت و الجلال وقتی که در قرآن محمد صلی الله علیه و سلم را بیان میکند در بسیار جای بنده گفته است. بنده به خاطر چی؟ عبادت کننده. در حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم امام الموحدین، امام العابدین، امام عبادت کننده ها، امام موحدین، چنان الله را اگر نظر بکنید در همه جانب اطاعت و عبادت میکردند که سبحان الله به گفتن درست نمی آید. از همه جانب
الله را عبادت میکردند. از جانب عبادتی اگر نماز بگویم حتی قدمهایشون ورم میکرد وقتی که به نماز میستادند. وقتی که عایشه گفتند ای رسول الله، آیا الله گناه تو را نبخشید که اینقدر در نماز راست میستی که پایهایت ورم میکند؟ رسول الله گفتند افلم اکون عبدا شکورا، آیا من از جمله بنده شکرگزار نباشم؟ تمام عمرشون عبادت الله، تمام عمرشون دعوت به سوی الله و هم جهاد در راه الله. الله اکبر. پس الله سبحانه و تعالی رسولش محمد صلی الله علیه و سلم رو به عبودیت، به بندگی ذکر کرده و بالاترین مقام یا مقامها، بالاترین مقام از مقامها و از همه شرفمندترینش رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. مثلا در سوره نجم آیه 10 الله میگه، مقام وحی رو بیان میکنه، میگه فاوحى الى عبده ما اوحى، وحی کردیم به سوی کی؟ عبده، بنده اش اون چیزی که وحی کردیم. محمد صلی الله علیه و سلم رو بنده گفته است. در سوره جن آیه 19 الله میگه در مقام دعوت کی و انه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله کی است؟ بنده الله، این محمد صلی الله علیه و سلم است. در سوره اسراء آیه 1 میگه قصه اسراء و معراج، مقام اسراء و معراج، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک است آن ذاتی که بندش را اسراء کنونید، یعنی دور زنوند کی را؟ بندش را، محمد صلی الله علیه و سلم را به مقام بندگی بیان میکند. و در مقام تحدی نسبت کفار با قرآن میگه که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما در شک و شبهه باشید به اون چیزی که به محمد، به بنده امون ذکر کردیم. ببینید در این همه آیات ها الله رب العزة والجلال محمد صلی الله علیه و سلم را بنده گفته شدند. بنده خاص الله، بنده حقیقی کیست؟ همون کسی که یگانه الله را عبادت میکند. اما البته که چخیلی که آیت را ذکر کردیم، اصلا همه چیزی که در روی دنیا هست، در آسمان ها هست، این بنده الله هست. سنگ، درخت، جمادات، موجودات، خواه کافر خواه مسلمان، همه بنده الله هست. اگر به جهت عام نظر بکنیم، خواهن نخواهن همه بنده الله هستند و خالق اونها الله هست. اما بنده های خاص الله که یگانه الله را عبادت میکنند، یک تا پرست هستند و موحد هستند، اینها مسلمان ها و مؤمنون موحدین هستند. بدانید که هر یک انسان به عبادت الله سبحانه و تعالی، به عبادت اله حاجت دارد. و از جانب دیگر اگر نظر بکنید، هر یک انسان یک احتیاجمندی به عبادت نمودن دارد و الله هر یک بنده را به فطرتش، از همون کودکیش وقتی که تولد می شود، به او فطرتاً جای کرده است که دلش می خواهد که یک کسی را عبادت بکند. دینداری و عبادتکاری را به دلی من و شما الله جای کرده است. آدم های هستند که یگانه الله را عبادت میکنند و انسان های هستند که غیر الله را عبادت میکنند. انسان هایی که غیر الله را عبادت میکنند گوناگون هستند، اما همه مشرک هستند، کفار هستند. بعضشون عیسی را عبادت میکنند، بعضشون زبیر را، یهود و نصارا، و بعضشون بودیست، یک بوته را، و بعضشون قبر را، و بعضی از اونها سبحان الله انسانی را، حیوانی را، و بعضی از اینها ملحد شده و طبیعت را به مانند کمونیستا طبیعت را، و بعضی از انسان ها تماما همه را ترک میکند و نفس خودش را عبادت میکند. در این دنیا یگان نفر نیست که بگوید که من هیچ چیزی را عبادت نمیکنم. این ناممکن است. هر کسی که میگه که من هیچ یگان دین رو قبول نمیکنم، یگان چیز رو عبادت نمیکنم، پس کی رو عبادت میکنه؟ نفسش رو عبادت میکنه، هوای خودش رو عبادت میکنه. برای اینکه چقدر به درجه آمد که همه چیز رو انکار کرده و فقط خودش رو اثبات میکنه. این هوای هوس خودش است که شیطان به واسطه هوای هوسش گرفتار شده است. از همین جهت یکی از علمای اهل سنت و جماعت گفتند انسان های هستند که میگویند که ما غیر از الله هیچ کسی رو عبادت نمیکنیم، ما طواف به غیر خانه کعبه به دیگر جا طواف نمیکنیم،
قبر پرستی را ترک کردیم، ما سجده به غیر الله را ترک کردیم. خرسند میشوند که غیر الله را عبادت نمیکنیم، اما بیخبر از آنند که اونها نفس خود را، هوای و هوس خود را، شهوت خود را عبادت میکنند. در گرد هوای خود طواف میکنند و به هوای خود سجده میکنند. هر چیزی که نفسشون و هوایشون خواست همون را انجام میدهند. برای اونها حق همان حق است که هوای اونها اختیار کرده و باطل همان باطل است که هوای اونها اختیار کرده. در حالتی که اهل توحید و مسلمین میگند حق همان حق است که الله و رسولش گفته و باطل همان باطل است که الله و رسولش گفته. پس هر کسی که بگوید که من هیچ دینی را و یگان جماعت را قبول نمی کنم، بداند که او نفس خود را اله گرفته است. آیا ممکن است که انسان نفس خود را اله بگیرد؟ نفس خود را اله بگیرد، معبودش نفسش باشد، خودش را خودش عبادت بکند؟ بله، الله میگوید افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی اونهایی را که اله خودش را هوای خودش گرفته است، هوای و هوسش را اله گرفته است. هوای هوسی کی را؟ هوای هوسی خودش را. و خصوصا در این زمان ما و این نظام های کفری و دموکراتی و علمانی و لیبرالی به ما همین را تعلیم میدهد که آزادی به این معنا که هر چیزی که هوای هوست خواست همون را بکن. زیرا کفار دیدن که پیش راه مسلمان ها را گرفتن ناممکن است، به جنگ گرفتن ناممکن است، به دیگر چیزها گرفتن ناممکن است. یگانه راهی که جوانای امت اسلام را و امت اسلام را پاره پاره میکند و از حق دور میکند و اونها را به غلامی میبرد و کفار به بالای اونها مسلط میشوند، این هواپرستی است. دموکراتی را پهن کردند. دموکراتی یعنی چی؟ یعنی آزادی. هر چیزی که دلت میکشد، هوا و هوست میکشد، انجام بدی. مرد بازی میخواهی بفرما، زن به زن میخواهی بفرما، حیوان را میخواهی که زن بکنی بگیری یا به حیوان شوهر بگویم زن بشوی یا که حیوان را شوهر بکنی بفرما. میخواهی یک چیزی مست و آلود را بفرما، میخواهی ابری همه برای بفرما، میخواهی بود بپرستی بفرما، میخواهی یک مقدسات دینی را دشنام بدی بفرما. یگان حدودی ندارد. و بالخصوص امروز در بین مسلمان ها این چیز را میخواند رواج بدهند. والعیاذ بالله. و همین شد که دموکراتی زود پهن شد. شرک، دین دموکراتی، دین این یک دین است، دین کفر برآورده، پهن شد. و امروز به جوان مسلمان الله و رسول الله گفت میگوید و یک چیز را حرام میگوید و میگوید که نه، خواست خودش را انجام میدهد و میگوید که من چیکار خواهم میکنم. چرا؟ برای که میگه دموکراتی است. انا همین است که کفار به واسطه همین هواپرستی سبحان الله انسانها را از عبادت الله به عبادت بنده، عبادت آدم پرستی تغییر دادند. عبادت بنده این است که هر یک انسان خودش را عبادت میکند، گفت خودش را دین میحسابد و از همه افضل فقط راه خودش را میگد. پیرو شدن از عالم، آموختن دین، پیرو شدن از قرآن و سنت را یک چیزی ناچیز میحسابد، یک شرمندگی میحسابد. والعیاذ بالله. و بدونید که همه خلق حاجت به عبادت الله دارد. بزرگتر از حاجتشان به دیگر چیزها از خوردن و نوشیدن دیده، بنده ها حاجتشان و ضرورتشان به عبادت الله سبحانه و تعالی زیادتر است. و بدونید که هر کسی که الله را عبادت نکرد حتما غیر الله را عبادت میکرد. این چنین انسان نیست که در این دنیا الله را عبادت نکند و غیر الله را عبادت نکند. نه، وجود ندارد. والله هر کسی که الله را عبادت نکرد حتما غیر الله را عبادت میکند. پس شما بگویید که انسانی هست که به قبر سجده نمی کند، شیخ را عبادت نمی کند، به بت پرستی مشغول نیست، همین چیز رو من کرد، چگونه او می شود که غیر الله را عبادت بکند؟ او کمونیست است، اصلا یگان دین رو قبول ندارد، هیچ چیز رو عبادت نمیکند. ما میگیم عبادت میکند، نفسش رو عبادت میکند، خودش رو عبادت میکند و خودش رو اله گرفته است، هوایش رو اله گرفته است. سبحان الله. اما بگویم اصلاح انسان، صلاح انسان و خوشبختی انسان، حاجتمندی انسان و خوشنودی انسان، همه اش بگویم در عبادت الله سبحانه و تعالی است.
انسان حاجتمند به عبادت الله است. انسان خرسند و سعادتمند در عبادت الله است و بهبودی کار انسان، خوب شدن آینده انسان هم در عبادت الله است. با رو آوردن به الله است، با پیوست شدن به الله است و نازل کردنی، بگویم بیرون کردنی تمام احتیاجمندی به سوی الله است و فقیر بودن به الله رب العزت و الجلال است. انسانی که همچنین چیزها را دارد و الله را عبادت میکند، در این دنیا لذت و کیفیت این دنیا را حاصل میکند، آرامی را، اطمینان را و استقرار را، به این معنا که دلش آرام میشود، سکونت میکند، اطمینان میشود، پیدا میکند، آرامی روح و دل را. سبحان الله، در همین عالم، در همین کائنات هیچ چیزی نیست که انسان را، این غریزی انسان را آرام بکند بجز عبادت الله. زیرا که عبادت کردن الله این یک امر فطری است. خواهی نخواهی باید الله را عبادت بکنی. اگر الله را عبادت نکردی چیزی دیگر را عبادت میکنی و هر کسی که الله را عبادت نمیکند همیشه ناآرام است، همیشه بدبخت است، همیشه در ضیق است، همیشه در شکست است، همیشه در تنگی است، همیشه در ضیقی است. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. همانا که هر کسی که از ذکر من روی گردانید برای او حیات تنگی است، نفسش قصه است، مریض است، یک کمبودی دارد. اما هر کسی که به سوی الله آمد قلبش گشاد است. و من یرید ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. صدرش، قلبش باز است و قلبش آرام است و حقیقت این همه را فهمیده است. بدانید پس الله یگانه خودش مستحق عبادت است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الله کامل است، کمال دارد که هیچ کسی مثل الله این درجه کمال را ندارد. و هر بگیم ذاتی که کامل 100% هست باید عبادت کرده شد و عبادت او را نباید ترک کرده شد. و یگانه ذاتی که کامل 100% است از همه جانب این الله است و هر کسی که ناقص است و از کمال برخوردار نیست، این چنین ذات و این چنین چیز هیچ وقت مستحق عبادت نیست. انسان آیا کامل است؟ انسان آیا ناقصی دارد یا ندارد؟ بله ناقصی دارد. کامل است؟ نه کامل نیست. انسان آیا خالق است؟ نه خالق نیست. پس انسان مستحق عبادت نیست. اگر انسان پیامبر باشد، رسول باشد، انبیا باشد، اولیاء باشد، کسی نباشد، مستحق عبادت نیست. پس یک ذات را بگویید که از همه جانب کامل باشد و یگان ذره نقصان کمبودی نداشته باشد، والله بجز الله سبحانه و تعالی این چنین ذاتی وجود ندارد. پس همین الله مستحق عبادت است و همین الله ذاتی است که باید تمام عبادت را به همین انجام داده شد. با التجا کردن و طلب کردن و اراده کردن و قصد و نیت و سجده و رکوع و ذبح و حکم کردن به حکمش و مراجعت کردن به محکمش، تمام این عبادت رو باید به الله انجام داده شد. بله همه چیزهایی که الله خلق کرده است، این همه چیزها عبدالله هست، بنده های الله هست. به معنای عام چه خیلی که گفتیم، اگرچه مشرک باشد، اگرچه یک بت باشد، اگرچه یک خشک جمادی باشد، که اگرچه یک چیزی که بغیر الله عبادت کرده شود، این در اصل بنده الله است. خود این چیزهایی که امروز عبادت کرده میشوند، پیامبرانی که در قبر هستند انسان ها رفته عبادت میکنند، میلیون ها انسان بدوی را در مصر عبادت میکنند، میلیون های دیگر حسین را عبادت میکنند، میلیون های دیگر رافضه ها اهل بیت را عبادت میکنند، میلیون ها صوفی اولیاء را به گفتشان عبادت میکنند. دانند که همه اون چیزهایی که عبادت میشوند از انبیا تا اولیاء همهشون خودشون محتاج به الله هستند، خودشون بنده الله هستند. سبحان الله، الله المستعان. پس الوهیت، توحید الوهیت، این توحید عبودیت است. الوهیت این انجام دادن عبادت است. الوهیتی که تعلق به بنده دارد یعنی الوهیت عبودیت، انجام دادن عبادت. باید هر یک مخلوقی که در این روی دنیا هست
الوهیت رو انجام بدهد، عبودیت رو انجام بدهد. بکی بغیرش، بغیر خودش به چیز دیگری، یا الله رو یا غیر الله رو انسان عبادت میکند و الله امر کرده است که یگانه الله رو عبادت بکنیم. عبادت کردن، بندگی کردن صفت از صفتهای بنده است که هیچگاه از بنده جدا نمی شود، خواهد نخواهد. اگرچه این کار میکند تمام عبادت رو، اما نفس خود رو عبادت میکند. زیرا که هر یک مخلوق به فطرت عبودیت خلق شده است، عبودیت الله. این طلبات و مقتضای فطرت است و این اصل است. پس الله را عبادت بکن، غیر الله را عبادت نکن، نفست را عبادت نکن، پیشوات را عبادت نکن، یگانه الله رب العزت والجلال را عبادت بکن. بارک الله فیکم. پس این است که اولین کسی که عبادت الله را ترک کرد کی بود؟ ابلیس بود. ابلیس لعنت الله علیه، شیطان، از سبب کبر کرد و عبادت الله را ترک کرد. الله گفت سجده به آدم بکن، نکرد. انقیاد را ترک کرد، انقیاد به امر الله، امر الله را به جا آورد، پایبند به امر الله نشد، کافر شد، الله راند. آیا در همین جا که شیطان عبادت الله را ترک کرد عبادت غیر الله را انجام داد؟ علما میگن بله، عبادت غیر الله را انجام داد، عبادت خودش را. زیرا که وقتی که الله امر کرد که سجده بکن، سجده نکرد و اطاعت از هوای خودش، از شهوت خودش کرد. الله اکبر، الله المستعان. پس شیطان هوای خود و نفس خود را عبادت میکند، کبر کرد. متکبرین کسایی هستند که خودشون را، ریاکارها. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، یگانه الله را در همه حالت عبادت بکنید. یگانه به سوی الله در همه حالت بازگردید و یگانه از الله طلب کمک نمایید و یگانه از الله طلب شفاعت نمایید. عبادت شما، حیات شما و مرگ شما همه اش به خاطر الله باشد و انمین است که الله به خاطرش ما رو خلق کرده و باقی مانده حیات زندگی از تجارت و از خانه و در و از ماشین و از زن و از فرزند، این همه بازی است. لعب و لهو، این یک بازی است. نشود که این چیزها شما را از دین باز دارد و به خاطر زن و به خاطر فرزند و به خاطر خانه و در و ماشین و به خاطر پول و هوا و هوس دین خود را ترک بکنید و نه در این دنیا سبحان الله خوشنود باشید و نه در آخرت. هر یک چیز را به جای خودش بگذارید. ما نمیگوییم که از باری این همه نعمت‌های داده الله از زن و فرزند و خانه و در برایت، نه، ما میگیم که به خاطر دنیا دین را ترک نکنید. هر یک چیز را در جای خودش، به منزلت خودش، به قدر خودش استفاده ببرید و بدارید. لا تنسوا نصیبک من الدنیا، موحد باشید، الله را عبادت بکنید و نصیب خود را از دنیا هم فراموش نکنید. این بود حلقه امروزه ما و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده دیگر مسائل عبادت را به شما بیان خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.